سلام دوستان، به کانال اپیسنترال خوش آمدید. من امین هستم و تو این کانال گرامر انگلیسی رو براتون توضیح میدم، علل خصوص نکاتی که معمولا زیاد بهشون اشاره نمیشه و به درد نگارش‌های دانشگاهی یا صحبت‌های به صورت خیلی رسمی میخوره. این ویدیو بخش دوم ضمایر ربطی یا relative pronoun ها هستش که البته بخش آخرش هم حساب میشه. اگه یادتون باشه گفتیم که ضمایر ربطی ضمایری هستند که به ما کمک میکنن یه اطلاعات جدیدی رو در مورد یه اسم توی جمله بهش اضافه کنیم و چون حالت ارتباطی دارن بین اون اطلاعات جدید و اون اسمی که توی جمله هست بهشون میگن ضمیر. ضمایر ربطی به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول بهشون میگن ضمایر restrictive یا defining که تو فارسی میتونیم ترجمه کنیم به عبارات وصفی. ضمایری هستند که ضمایر کمک میکنن که عبارات وصفی درست بشه. حالا عبارات وصفی چی هستن؟ عبارات وصفی جمله هایی هستند که توشون ضمایر ربطی وجود داره و اطلاعاتی رو به یه اسم توی جمله اضافه میکنن که قابل حذف نیست. یعنی اگر حذفش کنین معنی جمله درست نیست، انگار کمه، معنیش یه جایی انگار گم شده. مثلا I don't understand people who hate video games. خب من افرادی که ویدیو گیم رو دوست ندارن رو درک نمیکنم. فرض کنید که ما who hate video games رو برداریم I don't understand people. خب بعد برامون سوال میشه چه نوع افرادی رو دوست نداری یا چه نوع افرادی رو نمیفهمی. اینا بهشون میگن این who hate video games به قولی شده عبارت وصفی که اطلاعات اضافی رو به people اضافه کرد. یه نکته که در مورد عبارات وصفی خوبه بدونیم اینه که توی عبارات وصفی ما باید همیشه از that استفاده کنیم به جای which و اگر دقت کنید معمولا that هم خیلی رایج‌تر از which هستش برای عبارات وصفی که به قولی نقش تعریفی دارن و restrictive هستن یا defining هستن و بهتره که ما از that استفاده کنیم. علل خصوص اگر یه چیز غیر اسپسیفیکی رو، یه چیز مثلا نامعلومی رو میخوایم اشاره کنیم که حتما باید دیگه از that استفاده کنیم به جای which. پس قانون نگارش رسمی تو نگارش دانشگاهی اینه که از عبارات defining باید حتما that استفاده بشه اگر میخواید که از ضمایر ربطی استفاده کنید و اطلاعات جدیدی رو به یه اسم اضافه کنید تو جمله. دسته دومیشون بهشون میگن non-restrictive یا non-defining relative clause یا عبارات غیر وصفی اگر بخوایم تعریف کنیم تو فارسی. عبارات غیر وصفی عباراتی هستن که مثل عبارات وصفی یه سری اطلاعات رو به جمله اضافه میکنن ولی بود یا نبود اون جمله زیاد تأثیری تو معنای اصلی جمله نداره. جمله اصلی ما اینجا رنگش آبیه. My lunch was delicious. خب یه جمله کامله و ما اگر چیزی بهش اضافه نکنیم هم مفهومش رو میرسونه. ولی وقتی گفتیم my lunch which was in the fridge was delicious فقط اضافه کردیم که ناهارم که توی یخچال مثلا گذاشته بود خوشمزه بود که به قولی یه عبارت وصفی هست ولی لازم و ضروری نیست. non-defining non-restrictive. اینجور عبارات رو معمولا میان بین دوتا کاما میذارن. معمولا که چرس یعنی همیشه باید شما بین دوتا کاما بذارید و اگر یادتون باشه گفتیم که توی عبارات وصفی نوع اول ما هیچ وقت نباید which رو استفاده کنیم و that رو باید استفاده کنیم. اینجا حالا برعکسشه. توی عبارات غیر وصفی یا عبارات non-restrictive یا non-defining clause ما اینجا دیگه that رو بهتر استفاده نکنیم چون غیر عادی به نظر میاد و به جاش از which استفاده میکنیم و بین دوتا کاما میذاریم. اگه دقت کنید this game which I told you about is awesome. نمیتونیم بگیم this game that I told you about is awesome. اگر برای نگارش رسمی میخواید استفاده کنید یا صحبت رسمی یه جورایی غیر
عادی و غیر حرفه‌ای به حساب میاد. بعضی وقتا هست که این ضمایر ربطی به قولی حالت مفعولی دارن تو جمله. تو این شرایط تو حالت غیر رسمی پیش میاد که معمولا حذفش میکنن. مثلا the man who I met is here. خب اینجا اگر دقت کنید مثلا I met a man بوده دیگه. خب این من با اون من تو جمله‌ای که بوده the man is here I met a man. اگه دقت کنید I met a man من نقش مفعول داره. خب بعد ترکیبش کردن شده the man whom I met یا the man who I met. اینجا تو حالت غیر رسمی معمولا who و whom رو یا which رو یا that رو اینا رو حذف میکنن. ولی دقت کنید تو حالت غیر رسمی میشه the man I met is here. The laptop which I like, the laptop that I like is this one. خب که حذفش کردن میشه the laptop I like is this one. پس اینا خوبه بدونید، ولی بدونید که حالت غیر رسمیه. نکته بعدی در مورد کوتاه کردن یا contraction relative به قولی defining یا non-defining clause است یا به قولی عبارات وصفی به صورت کلی. اگر عبارات وصفیمون داخلش بعد از اون عبارت وصفی بعد از اون ضمیر ربطی یه فعل ربطی وجود داره مثل am is are و بعدش یه فعل دیگه وجود داره که حالت participle داره مثلا ing داره یا مثلا ed داره یا مثلا حالت سوم past participle. ما در این شرایط میتونیم ضمیر ربطی و فعل کمکی رو حذف کنیم. مثلا the boy who is eating food is my son. خب اگر دقت کنید who relative pronoun is auxiliary verb یا فعل کمکیه. eating هم به قولی present participle به خاطر ingش. ما اینجا میتونیم جمله رو کوتاه کنیم contractش کنیم و بنویسیم the boy eating food is my son. جمله دوم the pen that was used is his. خب that ضمیر ربطیه was فعل کمکیه used هم به قولی past participle دیگه pp به قولی. اینجا میتونیم that و was رو حذف کنیم و بگیم the pen used is his. اینا بهش میگن حالت contraction و توی نگارش دانشگاهی یا صحبت‌های رسمی خیلی رایجه. یه جورایی به قولی حرفه‌ای ترم به حساب میاد. خوبه بدونیم که which, whose و whom اینا میتونن به قولی objects of preposition باشن، یعنی به قولی ضمایری باشن که بعد از کلمات اضافه حروف اضافه میان. و خوبه بدونیم که توی نگارش رسمی preposition ها یا حروف اضافه هیچ وقت بعد از ضمایر ربطی نمیان و همیشه قبل از ضمایر ربطی قرار میگیرن. مثلا تو این جمله the student whom I spoke with reported the incident to the police. این حالت غیر رسمی میشه. خب به خاطر اینکه رسمیش بکنن و نگارش رو به قولی فرمال تر کنن میان with اونجا رو برمیدارن، حرف اضافه spoke رو برمیدارن میذارنش قبل whom. میشه the student with whom I spoke reported the incident to the police. و خوبه اینم دقت کنید که فقط which, whose و whom میتونن object of preposition باشن. بعد از حروف ربطی قبلشون حروف اضافه قبلشون قرار بگیره. that و who و بقیهشون نمیشن. دو تا ضمیر ربطی when و where هم وجود دارن که برای به قولی ارتباط دادن اضافه کردن عبارات در مورد مکان و زمان. عبارات واسه در مورد مکان و زمان هستش که در حالت غیر رسمی استفاده میشن. در حالت غیر رسمی میگیم this is the day when یا this is the place where we met. خب این حالت غیر رسمیشه و نقش قید هم دارن تو جمله، چون یه
اطلاعاتی رو در مورد مکان اضافه کرده، به قول نقش قیدی داره. ولی اگر بخوان تو حالت رسمی ازشون استفاده کنن، به جای when میگن on which و به جای where میگن in which. پس اگر خواستید تو نگارشتون استفاده کنید دیگه ننویسید when و where، به جایش بنویسید on which و in which، به ترتیب این دوتا رو بنویسید. نکته بعدی خوبه که بدونید در بعد از anybody ما اصلا نمیتونیم از هیچ گونه ضمیر ربطی استفاده بکنیم. خود جمله کامل میشه I don't know anybody to trust in this place، ولی بگیم I don't know anybody whom to trust in this place یه جورایی مفهوم میرسه ولی غیر عادیه و از لحاظ گرامری اشتباهه، مخصوصا توی نگارش. نکته آخر هم در مورد whereby هستش. whereby یعنی by which یا through which و توضیح میده که چطوری یه کاری انجام شده. خب که تو حالت رسمی میان می‌نویسن whereby، به جایی که بیان می‌نویسن by which میان می‌نویسن whereby. البته by which هم وجود داره، نه که وجود نداره، ولی اگر یه زمانی دیدی توی متنی یا توی جای استفاده شده بود بدونید که منظورش by which یعنی به این طریق انجام شده. I use an online platform whereby I can track all my students' progress. یا I use an online platform by which I can track all my students' progress. اینجا به ما نشون میده که این آنلاین پلتفرم وسیله‌ای هست که از طریق اون پروگرس دانشجوهاش رو، حالا دانشجوهام رو چک میکنم، حالا اون فردی که انجام میده. خیلی خوب دوستان، به پایان یکی دیگه از بخشای گرامر و ویدیوهای EAP سنترال رسیدیم. امیدوارم مطالبی که باهاتون در میون گذاشتم مطالب مفیدی بوده براتون، چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید و اگر فکر میکنید من چیزی رو جا انداختم ممنون میشم توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی ممنون که همراه من هستید. خوشحال میشم که ویدیو رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، چون به کانال کمک میکنه که رشد کنه و منو هم انگیزه منم بیشتر میکنه که مطالبم رو زودتر و سریعتر و با کیفیت بیشتری با شما در میون بذارم. موفق باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.